الله می فرماید و اذا الصحف نشرت، وقتی که تمام صحیفه ها، تمام نامه های اعمال باز میشه، تمام نامه های اعمال باز میشه و انسان ها عمل خودشون را میبینن که هر چی که من انجام دادم، یک شوخی کردم هم اینجا نوشته، یک گناه بسیار کوچولویی انجام دادم او هم نوشته. انسان اعتراض میکنه ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این نامه اعمال چرا این کار را کرده؟ این پرونده چرا اینطور نوشته شده، اینطور بسته شده؟ هر کوچیکی هر بزرگی همه را نوشته. لذا نامه اعمال اونجا گشوده میشه، باز میشه. و اذا السماء کشطت، زمانی که پوست آسمان زده میشه. ببینید ما قبلا همین نکته را خدمت عزیزانم عرض کردم که انسان حالا دید انسان محدود است، بسیار چیزهایی هستند که از دید ما غایب، ما اونها را نمیبینیم. به همین خاطر باید به اونها ایمان داشت، ایمان بالغیب. مثلا اون چیزی که در این آسمان هاست، در حدیث آمده، عرش، کرسی، لوح محفوظ، فرشته ها هستند، جنات هستند، هر چی که قرآن گفته. حالا ما فقط زمین را میبینیم، کوه تو زمین و اینا، از اینا خدا صحبت میکنه، از کوه ها صحبت میکنه، از درخت ها صحبت میکنه، از دریا صحبت میکنه، اینا را میبینیم. خب میبینیم اینا را خدا پیدا کرده، اما چیزهایی است که نمیبینیم، اینها را میگن مشاهد، چیزهایی که دیده میشه، و اونها را میگن غیب. لذا روز قیامت که میرسه خدا میفرماید که اون پرده ای که قبلا در دنیا غیب را نمیدیده، اون پرده را من بر میدارم، فکشفنا عنک غطاءک، اون پرده چشمت را بر میدارم، فبصرک اليوم حدید، چشم تو تیزبین میشه، همه جا رو میبینی. حالا اون پرده که برداشته میشه، انسان چیزهایی را که قبلا نمیدید میبیند، فرشته ها را نمیدید میبیند. الان اینجا پیرامون ما کلی فرشته هست، با هر یکی از ما چند تا فرشته هست، حداقل 2 تا هست. لذا اون وقت انسان همه چیز را میبیند. و اذا الجحیم سعرت، زمانی که جهنم سعرت، شعله‌ور میشه، شعله میزند و میغرد، برای مجرمین عصبانی هست. و اذا الجنت ازلفت، زمانی که بهشت نزدیک قرار داده میشه، علمت نفس ما احضرت، این جواب همه است. وقتی که این اتفاقات میفته، هر نفسی میداند، هر انسانی میداند ما احضرت، آنچه که حاضر کرده در محضر الله عزوجل. الله اینجا سوگند یاد میکنه که ای انسان باور کن این کلام رب هست، این را رسول معزز آورده. اولی رسول معزز جبرائیل هست، رسول مکرم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. جبرائیل این را بر محمد آورده. اون چی که این میگوید یاوه‌گویی نیست، حقیقت، واقعیت. بر اساس این زندگیت را تنظیم کن، بر اساس این برنامه ریزی داشته باش در زندگیت.